و کسانی که همسران خود را به زنا متهم می کنند و غیر از خودشان هیچ شاهد دیگری ندارند، هر یک از آنها باید 4 مرتبه به نام الله شهادت دهد که از راستگویان است و بار 5 بگوید نفرین خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. و اگر زن 4 مرتبه به نام الله شهادت دهد که مرد از دروغگویان است، حد از او برداشته می شود و برای بار 5 بگوید غضب خدا بر او باد اگر مرد از راستگویان باشد. تا به حال فکر کرده اید اگر فضل و رحمت خدا بر شما نمی بود چه می شد؟ حالان که خداوند توبه پذیر و حکیم است. یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا